چه نمای بسیار خوبی. به به با صدای پرندگان، آرامش در این آسمان. چه نمای زیبایی، چه آسمان زیبایی. با این که نما نداره ولی خب چه نمایی، چه نمای دلنشین و زیبایی. اصلا خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی این آرامش، ای خارت پیایی ریدی تو آرامشم. سلام بچه‌ها، خوش اومدی به یک ویدیوی جدید. امروز اومدم با یک ویدیو خیلی خفن دیگه. من محسن هستم و تو این ویدیو قراره با هم بسته رو آنباکس کنیم که فکر کنم از تامنیل ویدیو هم فهمیده باشید چیه دیگه. روی این ویدیو هم کلیک کردید میدونید دیگه چی، از اون تامنیل ویدیو هم دیدید. حالا چرا میخوایم ببینیم این چه جوری هست، خودش هست چه شکلی هست، چه جوری کار میکنه، اصلا ببینم وصل میشه نمیشه، اصلا به درد من میخوره. درست 100% که به درد میخوره. باشه تا آخر ویدیو با من همراه باشید بچه‌ها. بعد این عینکم فقط برای دکور گرفتم، پولم اضافی کرده بود، فقط میخوام بزنم که گندش در بیاد. تا آخر ویدیو با من همراه باشید، که کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دمتونم گرم. پس بریم بسته رو با هم دیگه آنباکسش کنیم. خود میکروفون مانو DJI Beast Gaming واسه میکروفون، یک میکروفون گیمینگ و روش نوشته نویز کنسلینگ. با هم دیگه بریم بازش کنیم. من این برم روشن کنم، بریم با هم دیگه میکروفون رو بازش کنیم دیگه با هم. خب یک ابر گنده داخل این باکسه. هر چیز دیگه هم جز ابر بالا بزنشو نرسیده بذارم. سفته. خب بچه‌ها اینم که باکسش بود دیگه، چیز دیگه هم داخل باکسش نداره. بعد بچه‌ها این پشت این باکس سه تا عکس گذاشته، گفته سه رنگه. یک مشکی داره، یه مدل هست صورتی، یکم سفیده که مشکیشو داشت، فقط مشکیشو سفارش دادم که اینجا علامت زده واسم. حالا این به کنار، جعبه‌شو می‌ذاریم اون ور. خب بعد میریم سراغ خود میکروفون که واقعا هم با هیجان زدم این میکروفون رو با هم دیگه ببینیم. خب این بچه‌ها یه کارته که روش فکر کنم نوشته برای برنامه‌شه، برای نمیدونم برنامه دیوایسشه نمیدونم، که نوشته DJI Game. میرسیم به خود میکروفون جذابیه. این خود میکروفون و یک جعبه زرد داخلشه که لوگوی مانو هم اینجا نوشته، که اینجا یک کسچری نوشته که نمیدونم چیه. خب اینجا هم میذاریم این ور و میرسیم سراغ خود میکروفون. از اینجا برش دارم، از همین که برش میدارم. این هم خود میکروفون بچه‌ها که میکروفون کوچیکی هم هست. مثلا تو عکس و ویدیو یکم بزرگ دیده میشه ولی میکروفونش یکم کوچیکه نسبت به عکس و ویدیویی که من ازش دیدم توی یوتیوب. واقعا شوکه شدم یه صحنه. بعد اینجا فکر کنم این ضامنشه که بکنم پیچ میشه، هم بازو بسته میشه فکر کنم اینجا. مثلا اینو من شلش کنم میتونیم بالا پایینش کنیم، اینجوری میشه. بیاریمش بالا بیاریمش پایین. حالا من این پیچشو صفر کنم دوباره، این جای ضامن پیچشو من صفر کنم. خب بچه‌ها حالا ببینیم داخل این باکس زردش چیه بچه‌ها. منو اینجا جلویشو باز کنیم. خب اینجا دفترچه راهنماست و ببینید که گفته چجوری میکروفون روشن کنید، چجوری استفاده کنید، نمیدونم فلان اینا فلان و بسار. و اینم یک جای ضامن پیششه که فکر کنم به پایه میکروفون وصل میشه. من پایه میکروفون نداریم، مال خود میکروفونه، پایه میکروفون نداره، ولی اگه شما پایه داره اینو میتونید به سر پیچش وصل کنید و این میکروفون هم بهش جا بدید. حالا من میذارم این ور و یک کابل تایپ C داخلشه که فکر کنم به USB نه یه لحظه صبر کنید، فکر کنم به USB این به گوشی هم فکر کنم وصل میشه بچه‌ها. دو تا طرف تایپ C و اینم یک تبدیل به USB، هم به PC وصل میشه هم به گوشی موبایل. اونایی که میخوان استریم کنن یا ویدیو رکورد کنن براشون به کار میاد. مثلا خودم که دارم با گوشی ویدیو میگیرم بچه‌ها اینو باز میکنیم این پیچشو، همچنین این بندشو
یک کابل بلند که خیلی هم پیچ تو پیچ الان خیلی باز شد دیگه. فکر کنم یکی 2 متر هست کابل، یک کابل 2 متریه که میتونید به کامپیوتر گوشیتون وصل کنید بچه. حالا من اینو وصلش کنم ببینیم چجوری هست این میکروفون جذاب. بچه روی جعبهش نوشته دارای نویز کنسلینگه. حالا با هم دیگه میریم میبینیم و تستش هم میکنیم که واقعا هستش یا نه و این چجوری کار میکنه اصلا. این شما و این میکروفون RGB مانو ترتمیز و خوشگل با قابلیت RGB زیبا بچه‌ها. بعد بچه‌ها این بهتون بگم این میکروفون بالاش دو سه تا دکمه داره که این دکمهش برای میوت کردنه که من روی این دکمه میزنم، مثلا روی این دکمه میزنم این قرمز میشه یعنی میوته، هیچ صدایی رکورد نمیکنه. و وقتی دوباره میزنن لازم نیست فشار بدین ها، این فقط یک لمس بکنید خودش درست میشه. دوباره میزنن این به رنگ آبی تغییر میکنه بچه‌ها، یعنی الان نویز کنسلینگش روشنه. بعد اینجا هم یه دکمه میبینید یک چند تا خط داره روش، رو اون وقتی نگه دارید نویز کنسلینگش خاموش میشه و به رنگ سبز تغییر میکنه. بعد بچه‌ها اینجا هم یه دکمه هست، البته یک خورشیدی همون چراغه، رو همون میزنید رنگش تغییر میکنه. من میرم نزدیکتر رنگش تغییر میکنه، این تغییر میکنه و الان حالت میوت بردارم. این الان آماده رکورد، سبز بشه آماده رکورد، آبی بشه آماده رکورد با نویز کنسلینگ. بچه برای وصل کردنش هم این پشتش درگاه تایپ سی داره که اون طرف کابل که فقط تایپ سی رو بهش وصل میکنید. همین بچه‌ها من میخوام برم تستش کنم، بریم روی صفحه پی سی که با هم تستش کنیم. بچه‌ها بریم برای تست صدای میکروفون مانو، ولی قبلش من عینکو بزنم چون پول دادم بعد گندش در بیاد دیگه، در عینک بعد سرویس بشه چون پول دادم نمیدونم. خب الان دارین صدای منو از میکروفون مانو بدون نویز کنسلینگ میشنوید که صدا به صورت عادی داره رکورد میشه و نویزش از طریق OBS الان گرفته میشه و واقعا هم صدای خوبی رو داره بهتون میرسونه. و بچه‌ها این گینشو من روی حالت نرمال گذاشتم، روی این وسط میتونید حتی کم و زیادش کنید. اینجا مثلا میخوام زیادش کنم، زیاد اینجا مثلا تا تهش میبرم، به این طرف زیاد میشه که صدا یکم بلند رکورد میشه بچه‌ها. یکم شاید واسهتون مشکل باشه اذیتتون کنه. بعد صدا رو اینجا میتونم از گینش رو کم کنم، با صدا خیلی کم رکورد میشه با کوالیتی خیلی کم. اینجا فاصله‌تون باید خیلی نزدیک باشه با میکروفون، ولی به نظر من این گینش رو بیارین روی حالت وسط، اینجا بیارین این وسط که بتونین صدا رو بهتر رکورد کنه براتون. فاصله‌تون هم مثلا تا 20 سانتی متر اوکی فاصله داشته باشیم با میکروفون. خب بچه‌ها الان این رو حالت عادی داره رکورد میشه. بعد من اگه این نویز کنسلینگش رو من فعال کنم، صدای من الان داری با نویز کنسلینگ میشنوید و خودتون مقایسه کنید دیگه چجوریه صدای حالت عادی، چجوریه رو صدای حالت نویز کنسلینگش چجوریه. الان من دارم با نویز کنسلینگ باهاتون صحبت میکنم دیگه، الان خودتون فرقش رو احساس میکنید دیگه قاعدتا. و من گینش رو ببرم بالا، صدای من الان با گین بالا داره رکورد میشه. بعد الان گینش رو بیارم پایین، با گین پایینم داره رکورد میشه صدا. و اینم از فرق نویز کنسلینگ با حالت عادی. بچه‌ها به نظر من صداتون رو با حالت عادی رکورد کنین، چون واقعا خیلی بهتره با پریمیر یا OBS صداتون رو نویز گیری کنین یا نویزش رو بردارید، چون حالت نویز کنسلینگ زیاد خوب نیست و روش زیاد کار نشده. مثلا حالت RGBش یا حالت مثلا عادیش یا میوتش اینا همه اوکیه، خب کوالیتیش همه خوبه، ولی روی نویز کنسلینگ زیاد اعتماد نکنید، اطمینان نداشته باشید چون زیاد جالب نیستش. باشه دمتون گرم که تا ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله رو حتما بزنید بچه‌ها تا ویدیو دیگر هم شروع کنیم و دیلی آپلود بشیم دیگه، یا دو روز یه بار یه ویدیویی بذاریم. پس تا ویدیو بعدی بچه‌ها خداحافظ.